وقت بخیر. تو این ویدیو می‌خوام در مورد آرتیل کردن یا لوکالایز کردن فیلامنت صحبت بکنم، اینکه چطوری آرتیلش بکنیم، مثلا توی یه پروژه که مثلا فارسی ازش استفاده بکنیم. خب مراحل پروژه رو با هم دیگه میریم جلو. خب من برمیگردم پروژه خودم و توی اینجا مثل ویدیو قبلی اولین کاری که من انجام بدم اینه که اصلا ببینم که این HTML اینجا چجوری شکل میگیره و چجوری میشه اینو فارسیش کرد یا آرتیلش کرد. خب برمیگردم توی وندور خودم، برمیگردم توی فیلامنت، خود فیلامنت و قسمت ریسورس، ویو، کامپوننت که در حقیقت لیوت های ما اینجا قرار میگیره و اینجا ما یه بیس لیوتی داریم که در حقیقت HTML ما اینجا. خب همونجوری که می‌بینید لنگ رو داره لوکال میاره، یعنی از لوکال اپلیکیشن من میاره و دایرکشن اتریبیوت دایرکشن رو در حقیقت دی آی آر رو داره از این قسمت میاره که داخل فایل ترجمه هستش و اگه من روش بزنم این که ترجمه خیلی زیادی تو زبان‌های مختلف اینجا داریم که اینجا داریم رو می‌بینیم. مثلا اگه انگلیسی بنویسیم که دایرکشن به صورت ال سی آر هستش. خب برای اینکه بتونیم از این استفاده کنیم تو قسمت اول ما باید بیایم این فایل لنگویج رو پابلیش بکنیم. خب برای اینکه پابلیش بکنیم میایم از یک کامند استفاده می‌کنیم که بتونیم اینو پابلیشش بکنیم. در حقیقت همین کامند هستش. وقتی این رو بزنیم میاد اون لنگویج ها رو برای من اینجا میاره و من میتونم ببینم. خب دومین موضوع اینه که ما لوکال خودمون رو عوض کنیم. من برمیگردم به فایل env، یعنی در حقیقت اگه من داخل کانفیگ بیام و اپ رو ببینم اینجا لوکالم میبینیم که از فایل env من داره میخونه اپ لوکال که روش بزنم وارد اینجا میشه و من اینو فا یا حالا فارسی قرار میدم و بریم ببینیم که داخل پنل چه اتفاقی افتاد. من رفرش میکنم. خب یه بار دیگه باید این قسمتی که رانچ سرو شده رو دوباره راه اندازی بکنم که بتونم اون کانفیگر رو داشته باشه. خب یه بار دیگه شد و حالا اینجوری بریم ببینیم که چه جوری میشه. یه بار دیگه من میزنم اینجا رو، صفحه خودم رو رفرش میکنم و منتظر میمونم که بیاد. این که الان عوض شد، زبانه عوض شد و این به صورت RTL شد و RTL داره به من نشون میده. بنابراین فقط با تغییر اون میتونه همه کارا رو برای ما انجام بده، چون پیش‌فرض همش رو داره حتی اگه پابلیشش نکنیم. اما اگه برگردیم دوباره به قسمتی که مربوط به لنگویج ما هستش، تو قسمت لنگ وندور این که همه زبان‌ها رو برامون آورده و اینجا فارسی هم وجود داره. اینجا دیگه من هر تغییری بخوام میتونم بدم. ببینید که دایرکشنش RTL و یه سری متون هم اینجا نوشته، برای هر ویجت اومده نوشته، برای ریسورس ها در حقیقت اومده نوشته، حالا ویو اینها رو این قسمت نوشته و این الان میشه کل سناریویی که بخواد اون فارسی بشه. من به صورت کامل RTL ساپورت میکنه و اگه من داخلش هم بیام میتونم ادیتامو ببینم به این شکلیه. فقط اینا رو باید درست بکنم خودم زمانی که دارم اینا رو وارد میکنم و تو فایل ترنسلیت خودم قرار بدم. اما فونت خیلی خوبی نیست و فونتی نیست که ما ازش انتظار داریم. خب برمیگردیم به پروژه و این قسمت رو دوباره من میبندم، احتیاجشون نداریم و میریم ادامه کارمون رو با پرووایدرمون انجام میدیم. خب اگه من داخل قسمتی که برای مربوط به پرووایدرها هستش و اینجا ما یه پرووایدر داشتیم که مربوط به ادمین پنل هستش و اینجا داریم. خب برمیگردیم به داکیومنت فیلامنت. داکیومنتش در حقیقت چی میگه که اگه میخوای فونت رو عوض بکنی تو قسمت پنل بیلدر، وقتی میگه فونت رو میخوای عوض بکنی به این شکل میتونی عمل بکنی که شما میای فونت رو تعریف کنی و پرووایدرت هم میگه گوگل میخواد اینو تامین بکنه. در حقیقت وقتی که پرووایدر گوگل باشه میاد از سی دی ان های گوگل این کارو انجام میده، یا میتونه لوکال باشه یعنی روی کامپیوتر شما باشه، سی اس اس حتی میتونه روی سی دی ان باشه. ما میخوایم از این روش استفاده کنیم. خب میریم با هم دیگه ببینیم چطوریه. خب تو این قسمت ما این قسمت فونت رو اضافه میکنیم و مواردی که میخواد اولش اینه که فامیلیش چی باشه. خب من اینجا فامیلی این رو وارد میکنم و اسمش رو مثلا میذارم وزیر. من از فونت وزیر متن میخوام استفاده بکنم و میگه که یو آر ال به چه شکل هستش. خب شما اینجا یا میتونید از اسست استفاده بکنین، اسست استفاده بکنید، یا میتونید از سی دی ان استفاده بکنید. خب من برمیگردم توی براوزر خودم از این سی دی ان من میخوام استفاده کنم و اینو میخوام برام بیاره. خب من اینو برمیدارم و ما میریم دوباره داخل پروژه خودمون. تو این قسمت مسیر اون فونت رو هم من اینجا اضافه میکنم. اوکی و پرووایدرمون هم اضافه میکنیم. پرووایدرمون هم میتونیم لوکال فونت پرووایدر بذاریم که در حقیقت میاد اینو این دقیقاً هیچ کار خاصی انجام نمیده. توش اگه ببینید فقط میگه که یک get html رو پیاده سازی کرده که یه html استرینگ رو داره اینجوری برمیگردونه، یه لینک هستش میاد اینجوری این رو برام میاره. خب من اینا رو یکم مرتبش کنم این پایین تر به این شکل. اوکی خب ما اینو داریم بریم ببینیم که آیا فونتمون اعمال میشه روی این قسمت یا نه. خب من رفرش میکنم منتظر میمونم. خب ببینیم که فونتمون هم الان اعمال شد و تو این قسمت داریم اینها رو میبینیم. خب برای اینکه بتونم این لیبل ها رو عوض بکنم میتونیم خود ریسورس این کارو انجام بدیم. دو تا قسمت داره در حقیقت، یکی جی به صورت جمع نوشته میشه آرتیکلز و یه دونه به صورت مفرده که خود آرتیکله. خب برای اینکه اینو بخوام بنویسم دو تا متد رو اوورراید بکنم. اولیش به صورت جمع هستش که میاد اینو ریترن میکنه برام و ما اینجا باید جمعمون رو به صورت مقالات بنویسیم که اینو باید از ریسورسمون بخونیم، ولی فعلا من اینجا هارد کدش میکنم در حقیقت فایل لنگویجمون. خب الان این بالا شد مقالات و اینم به صورت مقالات و داخلش اگه بریم میبینیم که این قسمت هنوز آرتیکله. خب اینم برای اینکه عوضش بکنیم از لیبل استفاده میکنیم، یعنی از لیبلش میایم این کارو انجام میدیم و اینم میشه مقاله ریترن و این قسمت هم میشه مقاله. پس تو این قسمت ما میتونیم هر چیزی که نیاز داریم رو ویرایش بکنیم و میتونیم تغییرش بدیم و اون چیزی که توی فایل ترجمه‌مون هست قرار بدیم و من قسمت پنلمون رو کاملا به صورت فارسی در بیاریم. هر چیزی که می‌خوایم. البته ویجتاش هم خودش فارسی کرده. خیلی ممنون از توجهتون.